5 4 3 2 1 پک پنجی. سلام به همه، امیدوارم حالتون خوب باشه. سلام به همه بچه‌ها، امیدوارم که خوب و اوکی و ردیف باشید. آقا ما یه سوالی رو گذاشتیم، یه سوال باحالی هم گذاشتیم که سوتی که دادید، یه گندی که زدید جلوی کراشتون چی بوده؟ خیلی اصلا خفن بود. بعد داریم یه اصلا یه سری علی چیزایی مردم به من گفتن برات بخونم از خنده پاره میشی حاجی. برو اول تو میری؟ اولیشو بده. چی داری؟ بذار اولیشو اینو برم برات گوش کن حاجی. زده که وای یه بار گوزیدم بو سگ مرده میداد. فکر کن حاجی باره جلو کراشتی با یهو حاجی شرایط استرل پیش میاد. میگن تو آلمان عادیه. حاجی این خیلی سوتی بدیه حاجی بوش بمونه صداشو اصلا میگی میخندی همینجوری دوره هم رد میکنیم اون بواره. ولی این خیلی سخت است اینجوریه که پشی برینی. نه خودم الان سوتی دادم پشی بری بشینی ادامه رو های کراش چی کار کنم حاجی یه دونه تو بزن حاجی این خیلی باحاله. بگو. خیلی طولانی نوشته، کل قصه رو واسه ما تعریف کرده ولی اینجوری بوده که این مثلا میخواسته خیلی اکت کنه که سر به زیر و فلان و اینا. بعد تو خیابون همینجوری داشتن با هم دیگه قدم میزدن. خب بعد تو خیابون که داشتن با هم قدم میزدن این اینجوری که حواسش به سر خودشه، این دختره با یه دختره دیگه ریپلیس شده و این مثلا چند تا قدم با اون یکی دختره داشته قدم میزنه. ببین مثلا این دو نفر داشتن تو خیابون با هم، خودش میگه یه آدم غریبه. آره بعد این حواسش سرش تو کار خودش عقب مونده، این عقب با هم این داشته با یه دختر دیگه راه میرفته حاجی. خب بعد برمیگرد بعد چند دقیقه برمیگرد باهاش صحبت کنه، میبینه یه دختر دیگه است. بعد میگه برگشتم عقب دیدم اون یکم عقب‌تر و چیزش داده دختره که قطع نه میگه جمعش کردم. چجور شو جمعش کردم؟ دورو میخواد زمامه روش داره بابا دختره چیه؟ خیلی هم کامل داره اون توضیح داره. همه چو گفته. حالا بذار من یکی دیگه بخونم آجی. اوه اینم بد نبود آجی. توف کردم رو زمین حالش به هم خورد رفت. آخه زایه است تو دیگه آیارونی آخه میدونی تو وسط خیابون آخه خیلی زایه است حاجی. یارو نکنیم کار خداش. حاجی من یه دونه دارم عالیه. بگو حاجی. میگه روش کراش داشتم ولی قبل اینکه بتونم سوتی بدم ازدواج کردم. قبل اینکه بتونم سوتی بدم ازدواج کردم. حاجی خیلی داغون داشت. فکر کنم بدترین اتفاقی که بکنم تلخترین سوتی تاریخ کراش ما اینجا خوندیم حاجی. یعنی یارو حاضر بود سوتی بده باشه ولی ازدواج کرد. حاجی من یه دونه دارم خیلی سمنلیم. بعد چیز کن اصلا آروم باید پیش بریم، یه خورده طولانیه. ببین گفته که رفتم وسط کلاس ازش کانتکتش حالا اینفورمیشنش ازش گرفتم، بعدش واسم یه اسنپ فرستاد با دوست دخترش بود. حالا وایسا داستان اینجایی تموم نمیشه. حالا بدترین چیزه که تو بکن بری اسنپ کراش تو بگیری و اینا با دوست پسرش باشه با دوست دخترش باشه. این هم کسی هم که فرستاد دختره. خب بعد زده تازه بعدش فهمیدم باکسکشوال هم هست و دوست پسر داره. نو وی حاجی پناه بر خودم اعوذالله. حاجی اتفاق بر منم افتاده. خیلی ترسناکه. برعکسش فکر کنم واسه منم افتاده. برعکسش حالا یه کاری میکنی فکر کنم ولی خیلی اتفاقا بدی باشه. فکر کن بدی یه دختر باید فقط یه دونه پارتنر باشه دوتا پارتنر. یه بنده خدایی گفته یه خورده سنش بالاتره حاجی. چی گفته؟ میگه
دیده بودمش اولین باری که دیدتش اصلا خب. یارو کرایس زده. سلام علیک کردن، از قبل همدیگه رو میشناختن. سلام علیک کردن، به هم گفتش چه خبر، گفتم سلامت باشی. سلامت باشی، خدا نگهدار. لطف دارید شما دیگه، خدا رو شما سلامت باشی. آره خب بس اصلا. آره حاجی یه سری خفنه. اینم باحال بود. علی گفته که تو کلاس صندلی رو بلند کردم که برم اینجا دیگه بشینم، بعد خوردم بهش افتادم صندلی خود روم. چی شده بودی بخون؟ تاجی مثلا فکر کن صندلی رو بلند کردی داری میری، بعد میخوری به طرف، یارو کراشش خورده، بعد افتاده زمین، صندلی دستش هم افتاده روش. وای اینو داشته باش حاجی. اینو آخرشو نمیتونم بگم چی، 3 تا نقطه پخش، یعنی خودش هم 3 تا نقطه گذاشته، منم نمیتونم. میگه کنار دوست دخترم بودم، خب بعد گوشیمو باز کردم که یه چیزی سرچ کنم بهش نشون بدم، بعد سافاریمو که باز کردم فیلم چیز بوده. آره چقدر سوتی بعدی میشه. سوتی ولی آخه اصلا نزده کرای، زده دوست دختر. اصلا اوضاع اصلا یه چیز دیگه. یارو کریر خراب شده جی. خیلی بد. من یکی دیگه هم دارم یادم بذار، ولی باید گوشیمو قفل شده. وای من یه دونه دارم حاجی، بعد این بمبو گذاشتم آخرش. آره نه من یه چیز معمولی دارم. میگه گفته که اومدم بگم رانندگیم خوبه و اینا، بعد مثل این که میخواسته چیز کنه، پارک کنه ماشینو، به جای اینکه بذاره تو پی گذاشته تو آر، بعد تصادف کرده. حاجی سوتی رانندگی حسی کنم. فکر کن مثلا حاجی مثلا تو کلی میخوای سیس بگیری سی بیای و اینا، سریع پارک کنی بزنی تو پیادستان و اینا، سریع هم ماشین پیاده شیم بریم حالا هر جا میخوایم بریم، بعد بذاری تو آر همون ماشین عقب بره تاپ بخوره. وای اینو داشته باش عرفان، این خفنه. اینو داشته باش. حاجی چیه؟ میگه با کراشم و اکیپی با چند نفر بیرون بودیم. خب بعد من از اونی که خوشم میومد دیدمش، شبش به دوستم گفته که ازشون بپرسه ببینه نظر دختره راجع به من چیه. دخترم گفته همون پسره که کل شب زیپش باز بود. یعنی وای خودش هم نفهمیده بوده، میدونی یعنی اصلا کل شب بوده شب باز بوده. یعنی اول شب هم نه یه تیکه از شب وقت از چی اومد از اونجا بعدم نه از ورود شب باز بوده. چرا؟ داشت باز بوده دیگه. آقا خیلی خندیدیم آجی، خیلی یه سریاش بامزه بود. یه دونه آخری هم من بزنم، چیز نیستش، یه دونه دارم. بگو منم یکی دیگه میگم. اینو برگشته گفته که دختره، بعد میگه من کلا پاشنه بلند عادت ندارم، بعد پاشنه بلند پوشیده بودم، توی مهمونی بودیم، بعد کنارش وایساده بودم، هی داشتم سعی میکردم باهاش صحبت کنم، پام پیچ خورد، اومده ازش بگیره، پام پیچ خورد، از گردنش گرفتم، چنگ افتاد. ببین واقعیتش اینه که این بدترین چیزی که میتونه، چون اگه مثلا من دارم فکر میکنم یه لحظه خودمو تصور کردم حاجی مثلا حاجی روی چنگ دونه اندازه من مشت منو میزنی نه شوخی میکنم ولی بحثمون میشه قطعا. منو میزنی جلو رفیقا منو میزنی. آره حاجی بذار منم باز این گوشیه رو و رمزا بزنم و رمز طولانی هم گذاشتم. خیلی ها معده هاشون پر بود ها. آره برای من دیگه یه سریاشو چیز نکردم. آخ همه مشکل معده به پارتنرش علی گوشی زنگ خورد. اینم یه سوتیه دیگه آقا، اینم آخرین سوتی. این آخرین سوتی امروز. ولی چرا به پارتنرایی که میرسن من فکر کنم استرس و اینا معده رو خراب میکنه. بخونم حاجی. چرا به تو من بخونم؟ آره حاجی بلش کن. حله خدا. آقا
چیز کنیم، خندیدیم. دمتون گرم که ما رو نگاه میکنید، حمایت میکنید، لایک، سابسکرایب و کامنت انگلیسی یادتون نره. چاکریم. خدا نگهداری. پک 5.